این مکان جای دومی ورزشکاران نورس و جوان انتخاب شده است. البته جودوکاران اکثر منطقه مرکز می‌دانند که دو روز هر هفته برایشان سنجش مهم ملکه به حساب می‌رود. از این خاطر توجه بیشتر را به آن روانه می‌نمایند که گروه اول مشق‌ورزان را برای ازبر نمودن قاعده‌هایی که در هفته گذشته آموزانیده بودند در تالار باقی گذارند و نفران دیگر را به مشق‌های روز جمعه به شهر دوشنبه سفربر نمایند. در رایون ما سه وقت تمرین میکنیم. تای 100 نفر شاگرد داریم. سه وقت مشق میکنیم. اما اینا رو با دوشنبه آوردن البته مشکله، لیکن هدفی که امروز داشتید عملی شد در مشق. 25 نفر ایامی تالار زال ما را دستگیری کرد و مشرکو را رایگان کرد. ما حسابی همو 25-30 نفر آزادانه آوردیم. تمرین را کردیم با ماشین تکنیکمون است. میریم به خونمون ساخت سلامت. من امروز دیدید که در اینجا تمام ورزشکاران جوان از ناحیه‌های من ولایت ختلون، من از حصار، همین فیض آباد اینجا جمع شدن. ما روزهای همین جمعه در همین کلوب ورزشی کان گرد همین خیلی با تشبوس رهبر اینجا من ظفرشاه قربانوف از تمام گوشه و کنار همین گرد اطراف شهر و تا رایون‌های دورتر هم دعوت می‌کنیم برای سبقت‌هایی که از یکدیگر یک چیز بیاموزند. همه جوانان دیده، همین جوانان تا 18-20 ساله تا 20 چند ساله هم است. از این یک پیشروی میشد به همین نمود گوشتنی جودو که امروز بسیار گوشتنی معمول است در تایستان و همه جوانان تایستان این گوشتنی دوست می‌دارند. فضای پوری تالار زینت دیگر دارد. دوتاز کودکان و نورسان در ساعت اول مشق ورزی از محبت صمیمی آنها به گوشتن جودو درک می‌دهد. فاصله بین یکدیگر محدود است. از این لحاظ کسی حق خطا کردن ندارد. همه با دست و دل گرم تلاش می‌نمایند که از جمع آمد عقب نمانند و از تمرین و توصیه استادان ساحه برخوردار گردند.
استاد رستم تقسیم بندی میکنه. نوجوانان، مایده‌ها، وزن‌های سبک، بعد سنگینا. استراحت شما 3 الی 3 دقیقه و نیم بیشتر نیست. دو تا نوازا قشنگ بدن نرم میشه. بعد آماده میشیم برای رنداری. تقسیم بندی رو میگه. مشق‌های منتظم کار در زمین به همین روز تمرین‌ها راست آمد. همه می‌دانند که دقیقه‌های معین باید در حرکت‌های پارتری چگونه سپری شوند. با سرعت ادامه یافتن سبقت‌ها یکی از طلب‌های اساسی مربیان با تجربه جودو میباشد. افرادی را دیدیم که با تشکیل نمودن چنین مشق‌های مشترک شماره شاگردان خود را نه تنها زیاد نموده است بلکه صفت کار نیز در 2 ماه اخیر به حد ضروری رسانیده است که این نتیجه نسبت به چند سال اخیر جهت‌های فرق‌کننده خود را دارد. کارو از پارتر شروع کردید؟ بله چونکه پارتر گوشتین اساسی، چونکه هم قوت جسمانی میگیره در پارتر، همه مشکاش بقوت میشن، همه دیگر نفس آزاد میشد، یعنی دیخانش کلان میشد. این پارتر اساسی است در گوشتنی، هم جودو هم گوشتن، تمام گوشتینا پارتر گوشتنی اساسی است. چونکه میتونی که در هوا یک خال نیم خال گیری و در زمین اگر که حرکت‌های تکنیکی نتونی یا اینکه در به تخت پوش میقباد یا لا دادن دست بوی میتی میره استفاده کرد. به همین خاطر ما پارتر دقت‌تر میتیم. تعداد مربیان و مشورتچیان هم هفته به هفته زیاد می شود. نمایندگان 3 تالار ورزشی شهر دوشنبه، دستپروران مکاتب ورزشی ناحیه‌های وخش و دنگره و شهر حصار از این مکان آموزش بسیار پهلوهای نوروشن ساحه را از بر نمودند. قهرمان دیوانه‌قلوف تجربه 10 ساله مربیگی دارد، اما در جمعیت‌های تعلیمی تمرینی شاگردانش آن چیزهایی را از بر نمودند که در 5 سال اخیر چنین آموزش‌ها را یاد نداشتند. های تولور در چمپیونو بسیار بوده دیدیم. بچه‌هامون خیلی خوشرو گرفته است. چمپیونو قطعی چند تاش قطعی گرفته استن. با مفهوممون هم خیلی مسابقه هم خیلی سخاتگاه بسیارتر باشه، ما را فایرات کنه. ما دویم تیاریم به همین سخاتگاه اومدن. بچه‌های ما هم بچه‌های دهان میفورن شهر رو هم ببینن تست. هم خیلی هوش هم بچه‌های شهر دیگه، بچه‌های ده دیگه. علاقه بچه‌های شهر هم اونجا ده قطعی گرفتن، خیلی بیشترشون دیگه شدستن. دیگه داریم. در وقت اجرای اصولهای کار در زمین کودکان به گوشه دیگری تادار گذاشتند. آنجا مربیان هم بیشتر به رغبت شاگردان خود اعتبار میدادند. معلوم شد که برای نورسان ما امروز با طلب زمان مشق‌های پارتری بغایت کم برگزار میشوند که این برای رشد فردای مهارتی آنها تاثیر خوب نمیرساند. در روند اجرای اصولهای کار در زمین مشکلات زیاد موجود است که با دایر نمودن چنین همایش مشترک مشق ورزی میتوان مسئله مذکور را در آینده نزدیک نیز حل و فصل نمود. فرزند من دولت بنیامین که در صنف 5 میخواند در اینجا تمرین میکنه از 5 سالگی. ما خیلی خوشحالیم که همه خیلی آمادگی ها میبینند و تمرین میکنند. از وقت و از شهر و ناحیه‌های تابع مرکز پهلوانان خیلی زیادند. از نگاه شما این با کاری فردای پسر شما چه تاثیر میرساند؟ خیلی خوب است که همین آمادگی ها را از ناحیه از شهر همه جمع میآیند و مشق‌های دست جمعانه میکنند. خیلی خوشحال هستم که همین بچه ها همش یک عقوبت‌های هر خیلی که میکنند یک پیشروی است. خیلی خوشحال هستم که هم که جمع آمده شود و با یکدیگر رقابت کنند. این تشبس اکنون نو راه اندازی شد، نتیجهش رو دیدید؟
البته که خیلی وقتی که تمرین میکند فرزند ما میگوید که مشق‌ها دیگر شدند، رقابت‌ها با دیگران خیلی خوب است. خیلی من خوشحال هستم. من باور که یک میبینم در اینجا همه پسران با یک قوه و نیروی خود آزمایی میکنند، خیلی خرسند میشم. رحمت به همین فدراسیون زودای جمهوری تاجیکستان که اینقدر دستگیری میکند و اینقدر جمعیتی ها میکند. انشالله من باوری دارم که در آینده ما میتوانیم که پهلوانان بهترین از زمین جمهوری تاجیکستان خود پرچم بردار کنیم. تمرین دختران هم در همین گوشه تالار مشخص شده بود. نسبت به هفته گذشته این مراتبه تعداد اشتراکچیان دوچند افزود. دختران ناحیه وخش به گوشین ملی بیشتر دلبستگی دارند. آنها را در مسابقه های نوروز این ساله دیدیم که اینها متوفه های ادامه بیشتر را صاحب گردیدند. محض رغبت گوشین سنتی زمینه را برای شوق گوشین جودو در نهاد این گل دختران به وجود آورد. از کجا آمدید؟ از ناحیه وخش. چند وقت است که شما مشق میکنید؟ 4 سال. امروز چی آموختید از این تالار کان گرد؟ ما از این تالار خیلی نازکی‌های گوشتین را یاد گرفتیم. ما میخواهیم که ورزشگران و جامعه‌های بلند رسیده و سزاوار جای اول گردیم. در وقت دختران کم هم با کی مشق میکنید؟ با ورزشگران با زل خودمان به قطعی بچه‌ها. با بچه‌ها مشکل نیست؟ نه. الکی عادت کردید ها؟ بله. برای کار چی آرزو داری که با آرزو رسی؟ آرزو دارم که به کلاه‌های بلند برسم. برای کار میخوایم. رحمت. از کجا آمدید؟ از ناحیه ورزاب، از تالار ورزشی سپیتامین اومدم. اینجا به مقصد گوشتین گرفتن اومدم و فکر میکنم که من گوشتین خوب امروز گرفتم و یک چند اصول هایی که من در وقتی گوشتین نمیکردم از هم رقیبانم یاد گرفتم. این عنعنه رو میتوانید ادامه دهید؟ بله من میتوانم که این عنعنه رو تا آخر دوام دهم. باز نقشه هایی هستن که اکنون برای عملی شدنشون فرصت کم است؟ بله نقشه دارم که در آینده پرچم بردار ملت شوم و میخواهم که تاجیکستان نه بلکه در تاجیکستان بلکه در دیگر دولت‌های خارجه و بیرونه و داخلی تاجیکستان پرچمش را بردارم. به گوشه مرکزی تالار نظر افکندیم که در آنجا اکثری ورزشگران کسبی سرمشق کاری خود بودند. حتی اکمال‌الدین کریموف که تجربه غنی تمرین‌های گوشتین سامبو را داشت، سرگرم مشغولیت‌های گوشتین جودو بود. و مانند او بسیار چهره‌های شناخته ورزش میهن نیز مشق‌ورزان را همراهی می‌کردند که این به بالا رفتن مهارت و شوقمند صورت گرفتن رقابت‌های انفرادی نیز زمینه مساعد را به بار می‌آورد. چهره ها را دیدیم. هم اکمال‌الدین، هم محمد شریف، هم قوتوف ها، هم چند تا نفرانی که اینجا هستند. تقویت ملکه آنها برای جوانان میبدد چی دست است؟ بله جوانان از آنها می‌آموزند حرکت‌های بسیار حرکت‌های تکنیکی را چی در پارتر و چی در پای ایستادن و جوانان را ببینه که چقدر مخلص‌ها و دخترها اومدن. دخترها از خود ناحیه وخش و قرغن‌تپه و من از خود واسه مدینه چون که وای در پیش ما اینجا چند وقت تمرین کرد خیلی حرکت‌های تکنیکی رو یاد گرفته است. من اولا میانه‌داری خود را به رهبریت اتحاد نساجی تاجیک میرسونم که مرا برای گوشتین‌های دسته‌جمعانه در بین دولت‌های روسیه در شهرهای کابارین بالکاریا که برگزار شد مرا دستگیری کردند و در اون شهرها در گوشتین‌های دسته‌جمعانه اشتراک کردم. با رقیبان خود بیشتر در آنجا گوشتین گرفتیم و رقابت کردیم و اصول‌های خود را فهمیدیم. در آنجا بیشتر دختران شهر روسیه خیلی در این پارتر خوب یعنی اصولهای خیلی خوب میدونند و من هم نیز به مثل آنها از آن اصولها استفاده بردم و از آنها به خود چیز آموختم. خب امروز در پارتر امروزه چی دیدید؟ در پارتر امروزه
امروز زیاده از 4-5 دختر 5 نفر دختران اشتراک داشتند و در اینجا هم نیز من با دختران رقابت کردم در این پارترها اصولهای خود را که در شهر کبرنا بالکر گذرانده بودم در اینجا هم نیز اصول خود را هم نیز نشان دادم. باوری است که در آینده دسته منتخبی دخترها هم تشکیل میشد ان شاء الله باوری است. برای همین از این بچه‌ای که مثال من اکمال‌الدین کریموف و قوت‌الله و من اینا بچه‌ای هستن که اینو در جمهوری خیلی نفوذ دارن و از اینا می‌آموزن بچه‌ها بعد پیروی از اینو میکنن. از ببینید که پیروی از اکای سعید مومین چقدر چمپیون‌های جهان شده هم قدم و هم بهروز و هم دیگر اکمال‌الدین و ببینید انشالله از زمینا باز از این بچه‌های پیشرفته امروزی که در دسته منتخب در رقم یکم هستند این جوان‌ها با می‌آموزند پیش می‌رود. در یک وقت 20 جفت پهلوان به سبقت‌های سنجشی انفرادی پیوستند که این برای کاری پرثمر مربیان اهمیتی خوب دارد. سپس بعد 4 دقیقه هیئت باز عوض شد. با همین ترتیب رفت سبقت‌های مخصوصی استادان با سرعت نهایتاً تیز جریان می‌گرفت. خسته شوی، کمفعالی، طرز نادرست اجرای اصول و امثال اینها که مشکلات عمده روز برای ورزشکاران محسوب می‌یابد زود به چشم می‌رسید. بعد این الکی برای مربیان نیز مشخص گردید که کدام پهلوهای آموزشی را در مشغولیت‌های منبعد مورد سنجش آموزش عمیق قرار دهند. چند آزمایش شما را احساس کردم دیدم که خیلی خوب. اکنون آموزش انمان لحظه هایی که پیشینه بودن و 2 هفته اخیر با کلی فرق کرد. چی آموختید؟ من خیلی تکنیکای خوب رو آموختم، یعنی اوچکومی و اوچکومی را در سطح من در این طول مشق میکنم و اوچکومی با استاد ایرانی و رستم باقیف خیلی مشقی سخت و در روزی راندار یعنی صحبت که این اصول را با اصول را در رانداری کار میکنم. خب میبینیم که در پارتر مشکلی ها زیادن. بله. چرا؟ در تاجیکستان پارتر بسیار کار نمیکنن، برای همین اصول های پارتر را کم کار میکنیم. در روزهای اوچکومی و 2 هفته پیش ما تقریبا 1 هفته نواز فقط یعنی پارتر کار کردیم و اصول ها را در این روز اصول ها را گذراندیم. روند چنین نیروسنجی ها سرعت گوشتنگیری پهلوانان را باز هم بلند میکند. تابن آوردن برخی از ورزشکاران هنگام سبقت‌های دور سیوم افاده آن است که آنها از مشق‌های مرکب استادان فارغ ماندند و در این روز سنجش عمومی حتی مرحله معیار میانه را نیز به ثبوت رسانیده نمی‌توانند. برای این می‌باید که تجربه را غنی گردانند و مشغولیت‌های موسمی را به تمرین‌های دائمی تبدیل دهند. استفاده که با فکری ما چند همی زور قطعی بگیری همه زور میشن. ما را همه خیلی میگفتن ما شنبه زور گفتم اومدیم که اینجا چمپیون ها بیسوای بچهای دههای ما زور قطعی بگیره با زودتر شوند. با همین مقصد اومدیم بچه‌مون که همین زور قطعی بگیرن چمپیون ها ریسپوبلیکا قطعی آموخته شوند و چه خیلی تیز میگیرن چه خیلی بقوتن چند قوت دارن. خب شماره دختران از زیاد کرده دلکه نسبت به سال گذشته. این سالش از زیاده. با آینده دا کوشش داریم که انا خیلی دخترها را عادل تمرین زال هست، همه شرایط از عادل دخترها را ما تمرین بتیم کوشش میکنیم. 100 نفر را جلب کردن کاری سهل عادی نیست و بسیاری آنها نورسانن یا جوانان یا سن و سالشون که بلندتر. 2006 پایان ماده هست تا 2015 را 14 را. من در ناحیه بخش تمرین میکنم و بار اول با این خیل جایهای خوب میآیم. من در اینجا بسیار مشق‌های این نو را یاد گرفتم. از کی آموخته؟ با کی گوشتین گرفتید؟ با سامان ترسونزاده، باز با فیروز، بسیار رقیب‌های با قوت داشتم. برای شما اکنون چی نمیرسد بعد دیدن اینجا؟ میخواهم که در مسابقه های بلند اشتراک کنم و سازوار جایهای نمایان گردم. اکنون برای این باید زیادتر آموختن در کار، ها؟ بله.
خیلی احساسات است؟ احساساتی خوب است. 5 صفات که گرفتیم حرفای ناز بودن همیشه. و از کدام ناحیه آمدید؟ از دنقره. ناحیه دنقره. محیدین نیست؟ محیدین نمیدونم. اون هفته پیشینه بود این امروز نامد ها؟ بله. خب چقدر تکمیلی یافته که با مدینه گوشتین گرفتید؟ بله. با چند نفر دیگر هم بودن که اونها با مهارت بودن؟ بله بودن. خب انا هیجان تفاوت پیشروی مهارت هست که در همین لحظه؟ بله هست. مشق خیلی خوب بوده دایجا. از کدام جهت بر شما معقول شد؟ از جهتی که بسیار فیلم‌ها خوشو میکنم. خوشو میکنم. یک حریف اینجاتون از حصار بود؟ بله. با اون چه کلا قوز میکردی؟ اون رو با اصول چرسبه زدم اون. محمد رحیم محمد شریف سال پنجم است که سرگرم مشق گوشتن جودو می باشد. جسارت قوی دارد اما در حصار حریفانش اندوشمارند که با او عملهای کار را در زمین انجام دهند. به شهر دوشنبه هم هر هفته آمده نمی تواند چون که ترتیب جلب برنامه آموزشی مربی اعظم رسولوف از سبب زیاد بودن شاگردانش امکان ناپذیر است. مشق‌ها خیلی خوب گذاشتن. از تمام زال‌ها جمع شدن. بعد مشق‌های دست جوانان گذاشتن. ما خیلی آموزش گرفتیم و در آینده می‌خواهیم پرچمبرداری تاجیکستان باشیم. در حصار مشق‌ها دیگرگون بودن، امروز مرکب‌تر بودن. برای شما مشکلی به وجود نآورد؟ نه، به ما مشکلی نآمد که ما هر روزهای جمعه با دیگر زال‌ها مشق‌های دست جوانان می‌رفتیم. از جمله زال‌های وستان، کلوب پرویز صابر، کونی گورد و غیره. خب این انعانه خوب اما بختیار نیست. این همون مسئولیتی بختیار رو به ذمه داره. در این بعد چی نقشه داره؟ در آینده نقشه داریم که مثل استادم اعظم رسولوف پرچمبرداری جمهوری تاجیکستان شوم. برای این چی باید کرد؟ برای مهنت کردن در کار، زحمت کشیدن کار و مشق کردن. با همین شروع ولوله گوشتین در روز مخصوص سنجش ورزشکاران مملکت در تالار کانیپور خاتمه یافت. برای زیاده از 100 نفر جودوکار معلوم گردید که در آینده چه کارها را برای بهبودی مهارت و صیقل دادن استعداد خود به انجام رسانند. اقدام مذکور باز هم ادامه می‌یابد. در نظر است که هفته دیگر ورزشکاران ناحیه‌های عبدالرحمن جامی، جلال‌الدین بلخی و شهرهای دوشنبه و باختر به این کانگور دعوت کردند.